سلام به نام خالق جهان قصه ها. امروز تو این قسمت از زندگی اگنس ما میخوایم باشگاه استخری که اگنس میره رو با هم بررسی کنیم. اگنس در باشگاهش هم احساس راحتی دیگه نداره، چون شلوغ‌تر از قبل شده و آینه هایی که مدیران یک روز تصمیم گرفتن اونجا بزنن انگار شلوغی ها رو چند برابر کرده. آینه ها حس خوبی به اگنس نمیدن. بیایم آینه ها رو با هم بررسی کنیم. آینه میتونه نماد تصویر و هویت خود باشه. اگنس در حال تجربه نوعی بحران هویتیه، جایی که دیگه دلش نمیخواد ابژه یا نگاه کسی باشه و در برابر تصویری که ازش ساخته شده داره مقاومت میکنه. این یکی از درگیری‌های قهرمان ما هست با خودش. بعد در این توصیف باشگاه درگیری دوتا زن رو میبینیم که دارن با هم گفتگو میکنن. یکیشون از شوهرش ناراضیه، اون یکی جستی حالت این که به خودش میگیره که دوستش حقش ضایع شده و درگیری‌هایی که با هم دیگه دارن. و بعد زن خودخواهی که دوستونا هست و با صدای بلند یک سری چیزهایی رو میگه، خواسته هاش رو میگه، علایقش رو میگه و اینا حس خوبی به اگنس نمیده. بعد ما میرسیم به این که میبینیم میتونه این آینه ها نماد منهای اجتماعی باشه. کسایی که این آینه ها رو گذاشتن برای ما، شاید این آینه ها در باشگاه اینجا نماد هستش. میرسیم به نظریه رونالد بارت در مورد نظریه باشگاه ها که داده بود. وقتی که میتونن باشگاه ها، مدها، اینها نمادهای فرهنگی بیارن، اسطوره بشن و انگار ما میخوایم تو ناخودآگاهمون شبیه اون چیزی بشیم که اجتماع به ما دیکته کرده، ولی این بار به زور نیست. ما با میل خودمون کارهایی رو انجام میدیم و اینجاست که میرسیم به مبحث آزادی. آیا من آزاد هستم که من حقیقی خودم رو نشون بدم؟ اونطور که دوست دارم زیست کنم؟ سوال عمیقیه، خیلی باید در موردش فکر کنیم. و بعد میرسیم به این که شاید اگنس قصه ما نیاز به خلوت داره، نیاز به آزادی داره، نیاز به دیده نشدن داره، از جنس این که دلش میخواد دیگران نگاهش نکنن و اون بتونه خود حقیقیش رو کشف کنه. و در آخر آینه های باشگاه میتونه نمادی باشه از مرز باریک بین بودن و ظاهر شدن حقیقت و فریب. آینه ها نمادهای خیلی زیادی دارن، ولی ما این آینه ها رو اینجا آوردیم که ببینیم آینه های باشگاه چه نمادهایی داشتن و با خودمون امروز فکر کنیم که چه منهای اجتماعی رو ما انتخاب کردیم که برای ما کار کرده درستی تو زندگیمون ندارن و ناخودآگاه جمعی ما رو به اون انتخاب کشونده. منظورم اینجا از ناخودآگاه جمعی نظریه رونالد بارت هست. اسطوره های فرهنگی که برای ما درست کردن که زن خوب یک المان هایی داره، مرد خوب یک المان هایی داره، خوشبختی یک سری ویژگی ها داره. در مورد اینها میتونیم فکر کنیم. سپاسگزارم. روزتون سرشار از آزادی و کشف حقیقی من درونتون باشه.